بابای حاجی، انسان‌هایی که در آب غرق می‌شوند یا می‌سوزند بعد از دنیا می‌گذرند، یعنی آدم‌هایی که قبر ندارند در قیامت چگونه حشر می‌شوند؟ بله، یعنی یک نفری در دریا غرق شد و رفت، یا یک نفری که مثال در یک عمارت سوخت و خاکستر شد، نابود شد، یعنی اینها مقصد داخل قبر نشدند. برادرای عزیز و گرامی، الله مهربان همون یک در حدیث امام بخاری میآید، میگه یک نفر فرزنداش وصیت کرد که بچم وقتی که من از دنیا میگذرم مرا کفن نکنین، مرا در زیرم هیزم مانین، بسوزانین و همین خاکستر ما گرفته برده در بیابان همین خیلی پرتوی. این مرد برادرای عزیز از روی گفتهاش یک آدم بی علم بوده است، لیکن برای چی همین مصلحت بچه‌اش داد؟ به خاطری که از الله ترسید. گفت یعنی خدای مهربان اگر مرا راست کنه و بپرسد، من در پیش الله مهربان مقصد در جواب اگر عاجز بیایم، خدای مهربان به من چی میکرده باشد؟ همین مصلحت فرزنداش داد. او فکر نکرد که خدای مهربان تو نبودی پیدات کرد، حالا که از همون خاکستری تیاری تو بدگی، تو را بار دیگر با الله مهربان مقصد می سازد. از اینش آگاهی نداشت. وقتی که برد در بیابان میگه فرزنداش پرتافتنش، بعدا الله مهربان میگه جمعش کرد. ولی در قرآن آیت داریم ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. این الله مهربان در سوره از قرآن، سوره قیامت میگه آیا گمان میکنید این که الله مهربان شما را جمع کرده نمیتواند؟ حتی خداوند گفت من سرهای انگشتاتونم، یعنی همون انگشتی که در دنیا داشتی، همون سر انگشت خودت حتی جمع میکنم. یکی از بزرگی قرآن است برادر است که الله مهربان سر انگشت مثال آورد که آدم پیران سال هم که شود، یعنی ببین سر انگشتش تغییر نمی‌یابد. در دنیا چشم‌ها یک خیلی بسیاره، بینی‌ها یک خیلی بسیاره، گوش‌ها یک خیلی بسیاره، ولی سر انگشت یک خیلی نیست. برای همین الله گفت که من اینقدر قدرت دارم که حتی سر انگشت جمع میکنم. پس وقتی که الله این مرد میگه بار دیگر جمعش کرده بود، برای چی این خیل وصیتی نادرست دادی؟ چرا تو مقصد این مشکلات بر بالای خود آوردی؟ گفت پروردگار تو میدانی که من این از روی ترس کردم، من از ذات تو ترسیدم که ما با تو چه ملاقات میکنیم. میگه الله مهربان به خاطر اینه که حقیقت همین انسان، یعنی همین وصیتش به خاطر ترس من بود، الله او را چیکار کرد؟ بخشیدش. لیکن اینهایی که قبر ندیدنن برادرای عزیز، الله مهربان اینها را هم میپرسد. یعنی نفری که سوخت، نفری که غرق شد، اینها شهید شدن یا درجه شهادت بردن. برای اینا دیگه خانه قبر هم ضرورت ندارد. برای اینا الله مهربان مقامهای خیلی بلند و نازنین دارد که اینها را در اونجا برده باز الله مهربان جایشون میکنه. برای همین غرق شدن و سوختن و جنازه را ندیدن برای اینها یگان مقصد مشکلاتی را ایجاد نمیکنه. اینها برعکس درجه و برعکس اینها مقصد یک مقام میبرن. استاد، یک شخصی شناسمان را هر بار به خواب میبینم، همان روز یگان ناخوبی به من رخ میدهد. سببش در چی باشد؟ اگه الله دانای برادر عزیز، من تعبیر خواب نمیکنم. برای میره شما یک نفری که تعبیر خواب میکنه، شما را از او کس بپرسید. بابا جان میگویند که
به درگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. این چی معنا دارد؟ یعنی سخن عبدالقادر بیدل است که حضرت عبدالقادر بیدل میگد که یعنی نزد الله مهربان معنای مصرع همین است که نزد الله مهربان ناز و شوخی را نمیبردارد. اینجا نادرست گفته است، اونجا ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمیدارد. همین یعنی هیچ وقت پیش الله مهربان ناز کردن، شوخی کردن، برادر عزیز، این چیزها برداشتی نزد الله را ندارد. استاد عزیز، میخواهم دانم که کدام عمل انسان را به عذاب و به پرسش راست به جنت میبرد؟ برادر عزیز و گرامی، انشاءالله همین ایمانی که شما دارین کو، همین که میگین الله یکتاست، پیغمبر رسول برحق است و هر چیزی را که الله گفت نکن نکردی، هر چیزی را گفت بکن کردی، همین عمل را جنت میبرد، همین اعتقاد را جنت میبرد. این خیلی نمیشود گفته که بچه میفق فلان عمل بکن تا راست دیگه جنت میره. برای هر چیزی را که الله گفت نکن نکردی، هر چیزی را که گفت بکن کردی، عوضش جنته. استاد، همسایه‌ای که در حقت بدی میکند، حسد میکند و در وقت بیماریت به حالت میخندد، او را در قیامت چی انتظار است؟ اکو برادر عزیز، حقیقتا حق همسایه خیلی بلنده. حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگو مازال جبرائیل بین یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثو. دویم جبرائیل می آمد مرا در باب همسایه‌داری بسیار وصیت میکرد، تاکید میکرد. گمان میکردم که همین همسایه از همسایه میراث میبرد. برای این میلش کسی چیزی کرد، برادر عزیز، میگد راه بد برو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. بدی میکنه، بدی میبینه، به حالت میخنده، به حالش میخنده. ببین مسخرت میکنن، به حالش نفرهای را الله میاره که با مسخرش میکنن. برای می الجزا من جنس العمل، با چیزی که مثال ضرر رسانیدی با همون شکل به تو ضرر میآید. بابا یاجی بعضی جوانهایی هستند که در نکاح از هیجان زیاد به بسم الله میگویند که با جایی که گویند خواستم و قبول کردم میگویند که بخشیدیم، یا با نکاحش یگان ضرر دارد یا نه؟ یگان ضرر ندارد. بسم الله هم گفت بسیار خوبه، لیکن وقتی اگر گفت که خواستمش، حتی اگر نگه که قبولش کردمم، همین خواستم هم که بگد همین علاقه قبوله. برای همین یعنی اجازت های مقصد. اگر یا اینکه میگه بخشیدم، همون زن مثال به بسم الله، به اعوذ بالله، به بسم الله میگه بخشیدی، میگه بخشیدم. برای میگه قبول کردی، میگه قبول کردم. اینش هم درسته. کرامان کاتبین کیا هم و چی را کتابت میکنن؟ اما در قرآن ما داریم و سمای و تاریق و ما ادراک ما تاریق النجم الثاقب این کل نفس لما علیها حافظ فلینظر الانسان مما خلق. همین میرود و میآید کرامان کاتبین یعلمون ما تفعلون. یعنی خدای مهربان دو تا فرشته را در ما گذاشته است، دو تا ملائکه را در راست چپ ما مانده است که هر چیزی را که ما میکنیم اونها را می نویسند. خواه بد میکنیم، خواه خوب میکنیم، همه اینها را می نویسند. وظیفه اونها همینه فقط. بابا یا جمر در وقت مستی یا دیوانگی زن را طلاق کند، طلاق می شود؟ بله، حالت مستی ده دیوانگی ده نمی شود، لیکن حالت مستی ده اگر طلاق کند طلاق می شود. لیکن به هر حال با او را فهمیدن در کار که یعنی مستیش تو چه اندازه. اگر مستی باشد که دیگر شب ایروز فرق نکنه، مادر شایزن فرق نکنه، ایرا دیگر
همون مفتی ها و همون مردکایی که بگیم فتوا در دستشونه یا را حکم دیوانه میتن طلاقشونه طلاق نمیگن. لیکن این قدر مستی که همه ضرر های فایده میفهمد این را طلاقش طلاقه. آیا فرزند حق بخشیدن پدر و مادر را دارد یا باید تنها آنها بخشند؟ البته به البته پدر و مادر میبخشد، لیکن بعضی مثال ناحقی هایی را که اگر پدر و مادر در حق فرزندم کرده باشد، اگر نگه هم مثال بچه من اینجا خیلی مرا ببخش، همین فرزند خودش باید که دیگر همون خطای پدر را به زبان نیارد. خوبش اینه برادر عزیز، ما اونها را نداریم تری حقی که تو در همینجا خطا کردی تایما بخشش بپرس. همون دیده که خطا های نادرست های همون خودت سکوت کن، خودت مقصد دیگر خطی پدر بگو نکن، انشاءالله اینش بهتره برادر عزیز. بابای حاجی، من یک زنی مهاجر، فرزندی خردی هم بیماری سرطان دارد، خواهش میکنم در حقش دعا کنید، خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیبش کنه، آمین یا رب العالمین. استاد پدرم بیماری روحی است و شوهرم مدام ما را از پدرم طعنه میکنند، اولاد دیوانه میگوید، من چیکار کنم؟ مگر من هم میخواهم که پدرجان من چنین باشد. خیلی خواهرای عزیز، اگه من این مسئله را بسیار تاکید کردم که مثال وقتی که شما را طعنه میکنند، وقتی شما را مسخره میکنند، اگه الله بزرگه، الله همه را دیده است. برای ما برادرم میگم که هیچ وقت دست به این طعنه نزن که همون خدایی که او را دیوانه کرده است ترم دیوانه کرده میتونه. برای بهترش همین است که در نسبت اونها برعکس دل برداری کنین، این خیل آدم ها را برعکس در حقشان دعا کنین، طعنه نکنین. استاد عزیز میگویند از ملت ابراهیم خلیل الله هستند یا از ملت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستند. چی معنا دارد همین؟ یعنی ما میگیم که کل مولود یولد علی فطره، همون فطرتش یعنی هر یک فرزند بر همون فطرت خودش تولد می شود، یعنی بر همون ملت و بر همون دین خودش. برای همون اون ملت ابراهیم به معنای دین ابراهیمی است، چرا که حضرت پیامبر اون مقصد سنت پدرم ابراهیم می گفت، مثل ریش گذاشتن، مثل ناخوناش گرفتن، مثل موی لباش پس کردن، می گفت این سنت پدرم ابراهیم هست. برای همین یعنی همون ملت ابراهیم یا ملت پیامبر خودمان مقصد از دین هست، یعنی ما در دین ابراهیمیم، ما در دین محمد صلی الله علیه و سلمیم که این دین اسلام است. شخصانی که یگان گناه را میکنند و به نام الله قسم میخورند من این کار را نکردم، اینها چی حکم دارد در نزد خدا؟ اگر به شرط نکرده باشند مقصد همون علاقه دلالت بر همین میکنه که ما باید باورش کنیم. وقتی به الله قسم که میخورد ما باید باورش کنیم. لیکن اگر دروغ در همینجا کفارتش یا 3 روز روزه گرفتن یا 10 آدم کمبغل یک روزه خوراک دادن. مثال 50 سومی اگر بگیم باید 500 سوم همین آدم صدقه و خیر کنه که کفارت همون دروغی گفتگیش است. بابا جان موی های سرم بلند است، مولای محلمون میگوید که با این موی نمازت قبول نمی شود، شما چی میگویید؟ اگه موی درازی بدم ببیننده، مقصد اونقدر درازی که با همین امروزه همین تاجیک ما که این چیزا برداشت کنه نمیتونن با او اندازه نباشد. لیکن همین موی هایی که امروز دارم بچه‌های ما و شما خیلی موی سرم به خودش یک دور دارد، یک دورانه همون در یک زمانی یاشید مثال جوانید موی سر دارید، کمتر عمر که را با موی سرم میریزد. برای همین با همون موی سرم نماز خواندن هیچی باکی ندارد، نماز هم درسته، فقط موی سرت تازه نگه بدار. در وقت خواندن نماز ویتر پیش از دعای قنوت
وقتی الله اکبر میگوییم دست ها باید تا بیخ گوش ها رسد یا نه. رسیدنش ضرورت ندارد. یعنی تا همین مثال دست ها تا همین نرمی گوش اگر رسه هم میلش، فقط رسیدنش یک کاره که دیلت قرار میگیرد که به همون مقداری که سنت بود من برداشتم. یکی اگر مثال برداشته تا همینجا هم آوردیم گوش شدم که نرسد، هیچی باقی ندارد.